سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. من امیر هستم و امروز قرار بهتون ادان کریت رو معرفی کنم. اگه نمیدونید ادان کریت چیه، اگه یوتیوبر معروف ماینکرافت تیمسا رو بشناسید، یه سری جدید داره میذاره که یه دیتا پک رو داره بازی میکنه که اسمش کریته. اما این دیتا پک فقط واسه یه جاواه و ما بدراک پلیرها نمیتونیم بازیش کنیم. اما من امروز بدراکشو براتون پیدا کردم و سریع خواستم که ویدیوشو بگیرم تا شما هم بتونید کریت رو توی بدراک تجربه کنید. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. ولی قبل از اینکه بریم سراغش حتما چنل منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. Let's go. خب بچه، این تمام آیتماییه که این ادان اضافه میکنه، ولی خب آیتماش زیاد برای ما مهم نیست. در واقع این ریسورس پک کاره، چیزی که این ادان رو قوی میکنه بیهیور پکشه که باهاش میتونید واقعا چیزای باحالی بسازید. حالا اگه سری تیمسا رو دیده باشید میدونید که میتونید باش آسیابای خفن و اینجور چیزا بسازید که حالا من بلد نیستم چون زیاد بازیش نکردم، فقط خواستم به شما معرفیش کنم. شما میتونید سری تیمسا رو ببینید، قشنگ از اینجا خودتون یاد بگیرید و یاد بسازید. دقیقا همون موده، فقط اینه که واسه بدراک تبدیلش کردیم. و برای دانلود این ادان هم میتونید به کانال تلگرام من سر بزنید که هم آیدیش این گوشه میاد، لینکش هم تو دیسکریپشن براتون میذارم. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.